به نام خدای تعالی. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. با هم آماده شیم که من میخوام برم کلاس نقاشی. این استایلم شد. موهامم تصمیم گرفتم که گوجه‌ای ببندم و یه سنجاق صورتی ستاره‌ای بزنم. اینم کیف سبز دایناسوریمه که خیلی دوستش دارم، واقعا خیلی خوشگله. آموزشگاه یعنی کلاس نقاشیمون به خونمون نزدیکه. من گاهی با ماشین میرم، گاهی هم پیاده. این بارم تصمیم گرفتیم که با مامانم پیاده بریم. خب رسیدم کلاس نقاشی. کاری هم که من انجام میدم رنگ روغن روی بوم هستش که بچه‌ها تصمیم گرفتم از کار من ویدیو بگیرم. ایشالله یه جلسه یا 2 جلسه دیگه تموم میشه و ایشالله عکس و فیلمش رو حتما براتون میذارم. اگه دوست دارین بازم ولاگ بگیرم این زیر بهم بگو. یه عکس الان براتون میذارم که نقاشیم تا اینجا پیش رفت. بعدش هم مامانم اومد دنبالم و رفتم خوراکی گرفتم. بارون نم نم داره میباره. خدافظ.